سلام. احوال شما خوب هستین؟ سلامتین انشالله که هر جا هستین دلتون خوش باشه، سلامت باشین، شاد باشین. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که امسال هر چیزی که هر آنچه که از خدا میخواید آنن به شما بده و همیشه خدا دلتون شاد و سلامت باشه. خیلی خوش اومدید به کانال من و اینکه امیدوارم که با محتوایی که امروز براتون میذارم به دردتون بخوره و ازش استفاده کنید. خوشحال میکنید منو با سابسکرایب کردن من و لایک و کامنت گذاشتن به من نیرو بدید که بتونم کارهای بهتر، محتوای بهتر براتون بذارم و بتونم که یه کمکی کرده باشم تو راستای چیزی که خودم در موردش تحقیق کردم و به شما ارائه میدم. خب بریم سر اصل موضوع. خدمتتون عرض کنم که من یک سایتی رو پیدا کردم که خودم روش کار کردم، ازش جواب گرفتم و الان اومدم که معرفیش کنم به شما و شما هم ازش استفاده کنید. سایتی که بهتون معرفی میکنم بچه ها سایت 1xtron. این سایت به شما این امکان رو میده که براتون ترون ماین کنه و خیلی کارهای دیگه هم رو سایت میتونید انجام بدید که من دونه دونه الان خدمتتون عرض میکنم. بچه ها وارد شما اول تو نوار منوی بالای اکسپلورتون تایپ میکنید به نام 1xtron.com. وارد سایت که میشید شما اول باید یه رضایت بکنید، یوزرنیم، پسورد، لاگین میکنید و وارد سایت میشید. اون پایین به محض اینکه شما لاگین میکنید و وارد سایت میشید این سایت شروع میکنه به ماین کردن ترون برای شما. پایین سایت یک تاریخ به شما میده که میگه که شما از این تاریخ تا این تاریخ میتونید به میزان 20 ترون ماین داشته باشید و پایان این تایم شما 20 ترونتون رو بردارید و به کیف پول خودتون انتقال بدید که من این کار رو کردم. خدمت شما عرض کنم که وارد سایت میشید. وارد سایت که شدید شما چند تا از نماهای داخل سایت رو دارید میبینید. قسمت داشبورد دارید که میزان ماین شما رو به شما نشون میده، قسمت ولت دارید، قسمت ریوارد دارید، قسمت استیک دارید که اینا رو دونه دونه من برای شما توضیح خواهم داد. خدمت شما عرض کنم که شما وقتی که ماینتون به انتها رسید و 20 ترونتون رو گرفتید میتونید آدرس کیف پولتون رو بدین و 20 ترونتون رو برداشت بکنید. و کار دیگه که میتونید بکنید میتونید برداشت نزنید، یعنی 20 ترونتون رو داشته باشید و به عنوان استیک داخل خود سایت بگذارید و طبق تایمی که به شما میده، مثلا حالا پروژه امکان داره یک هفته‌ای باشه، امکان داره پروژه یک ماهه باشه، طبق تاریخی که خود سایت به شما میده شما میتونید این رو استیک بذارید و سودش رو در انتهای کار سودش رو و به همون مبلغی که شما برای استیک گذاشتید رو جمع آوری کنید و کلا به کیف پول خودتون انتقال بدید. سایت به شدت سایت معتبر و قابل برداشتی، تعداد یوزرهاش، تعداد کسایی که آنلاین هستن رو شما الان میتونید ببینید، براتون تصویری که گذاشتم دارید مشاهده میکنید. سایت بسیار سایت معتبریه، یعنی راحت شما میتونید توی مدت خاص 20 ترون رو برداشت بکنید یا 20 ترونی که به دست آوردید رو به صورت استیک بذارید و سودش رو برداشت بکنید. سایت بسیار معتبری، من خودم برداشت زدم، اعتبار سنجی کردم و الان به شما معرفی کردم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کار به شدت ساده است، محیط کاملا ساده‌ای داره که الان دارید مشاهده میکنید. وارد سایت میشید، با یک ایمیل ثبت نام میکنید، وارد داشبوردتون میشید. در سمت راست من شما، البته اینم خدمتتون عرض کنم، شما از چند روش دیگر میتونید زودتر هم به ترون‌های خاص برسید. به عنوان مثال شما از طریق رفرال گیری یا زیر مجموع گیری میتونید به تعداد بیشتری از ترون دست پیدا بکنید. یا یه قسمتی داره که شما میتونید برای این سایت، برای این پروژه‌ای که الان گذاشته که من دارم به شما معرفی میکنم، یک ویدئویی تهیه بکنید. اگر تو محیط یوتیوب هستید یا تو محیط اینستاگرام هستین این کار رو انجام بدید، ولی 100% باید ویدئوتون رو توی یوتیوب به اشتراک بگذارید که اون لینک رو انتقال میدید به داخل همین سایت
که الان کامل داره نمایش اینجا نشون داده میشه که چه کار بکنید. اون لینک رو اضافه میکنید اونجا و 150 ترون بابت همون رکورد ویدیو خود سایت به شما به عنوان ریوارد اهدا میکنه که این کادویی از طرف خود سایت. حالا من کد رفرال هم براتون میذارم. با کد رفرال من برید از طریق صفر یعنی کنتور شما صفر نیست، شما یک ریواردی از طرف خود سایت دریافت میکنید که میتونید خیلی تقریبا میشه گفت یه چیز اولش 10 تا 15 روز جلو میافتید بابت اینکه این ماینی که داره برای شما انجام میده جلوتر میافته. این یک هدیه از طرف رفرال من. سایت به شدت سایت ساده، خیلی راحت میتونید کارتون رو انجام بدید. به محض اینکه سایت بالا اومد ماین شما شروع میشه. از سمت چپ منو میتونید کد رفرالتون رو بردارید، حالا روی توییتر، روی اینستاگرام، روی تیک تاک یا هر جای دیگه میتونید به اشتراک بذارید و مجموعه گیری کنید. این کارا هم اصلا نکنید، یعنی بحث یوتیوب بره کنار، بحث رفرال بره کنار. شما فقط از طریق ماین کردن روی تایم خاص خیلی راحت توی تایم خاص میتونید به 20 تا ترون دست پیدا کنید که این اتفاق وقتی که رقم خورد شما 20 تا ترونتون رو برداشتید دوباره میتونید این کار رو با یه میل دیگه انجام بدید و سایت فعلا داره خوب کار میکنه و برداشت و واریزش فوق العاده است. یعنی شما حتی توی پروژه‌های خاصی هم که داخل خود سایت داره اجرا میشه میتونید واریزی ترون داشته باشید و اونجا استیک کنید. ولی خب ما الان داریم صحبت اینو میکنیم که هیچ هزینه‌ای نکنیم، فقط وارد سایت بشیم و بتونیم برداشت ترون داشته باشیم، یعنی فقط از طریق ماینینگ این کار رو انجام بدیم. حالا طریقای دیگه خدمتتون عرض کردم، خدمت رفرال هستش، درست کردن ویدیو روی یوتیوب هستش، استیک کردن هستش. این کارا هم شما از طریق سایت میتونید انجام بدید، خیلی راحت، خیلی شیک. امیدوارم که محتوایی که براتون گذاشتم خوشتون اومده باشه، امیدوارم به کارتون میاد و اینکه سابسکرایب و لایک ما فراموش نشه. خیلی مخلصی.